صبح چمنزار محبت است، گلزار مهر و وفاست. نسیم تازه فصل بهار عجب تراوت و شمیم خوش دارد. بینندگان عزیز، این لحظه در مهمانی برنامه ما حضور دارند راهبر انسمبل دولتی فلکی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، دارنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی، هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان دولتمند خالف. استاد شما رو به برنامه ایدانه صبح خوش آمدید میگویم. فصل بهار نازنین و جشن نوروز بین المللی با شما مبارک باشد. امسال بهار فرا رسیده است که از دیگر بهارهای گذشته فکر میکنم بسیار فرق میکند. این بهار یک دوستی و برادری ملت های همسایه را که با ما باز زیشتر و قرینتر گردانید. این بهار تاریخی خواهد ماند، چون که خودش هم که یک واقعه تاریخی را به میان با وقوع پیوستند. دو راهبران دو مملکت همسایه این در تاریخ در صحیفه های با خط زرین من فکر میکنم که نوشته میشوند و این بهار هم همچنین به این فصل نوروز، فصل بهار که فصل گردش سال هم میگویند، همه را تبریک میکنم و سلامتی و بردباری ها و بسیار کامیابی ها در موفقیت ها آرزو می نمایم. با چه تمنیات سبز به برنامه ما تشریف آوردید؟ من با یک شعر استاد خلیل الله خلیلی میخواهم که تماشابینان آینه نیلگون را تبریک نمایم. خب تماشابینان عزتمند، همین سرودی استاد دولتمند خالف را با هم بشنویم، بعدا ارتباط ما با شما ادامه می‌یابد. Viva
شبان